در سال 330 پیش از میلاد مردی با رویاهای بزرگتر از کوههای هندوکش قدم به سرزمین نهاد که امروز آن افغانستان مینامیم. اسکندر مقدونی پادشاه جوان مقدونی پس از شکست امپراتور هخامنشی در نبرد کاو کاملا نگاهش به شرق داد. این سرزمین با دشت‌های وسیع و کوههای ناهموار و مردمان جنگجو آزمون بزرگ برای ارتش شکست ناپذیر بود. اما اسکندر با اراده آهنین و تاکتیک‌های بی‌مانند تصمیم گرفت این سرزمین را به امپراتوری خود ملحق کند. اسکندر پس از عبور از ایران امروزی وارد منطقه شد که زمان بخشی از ساتراپی باختر بود. در بهار سال 329 پیش از میلاد او ارتش از رود آمو و دریا گذاشتن و سرزمین رسیدند که با طبیعت خشن و قوانین مقاومت شناخته میشد. باختر با شهرهای مستحکم چون بلخ و آیخان مرکز فرهنگی و نظامی منطقه بود، اما این سرزمین تنها طبیعت نبود که مقاومت میکرد. مردمانش از جمله قبایل ساکا و دیگر جنگجویان محلی آماده تفاسخانه‌هایشان بودند. اسکندر با سوار نظام معروفشان فالانکس‌های مجهز و تاکتیک‌های سری به صورت شهر بلخ دستگیر کرد. گفته میشد او بلخ را بدون نبرد بزرگ فتح کرد. میرو ساتراپ محلی تسلیم شد، اما این تنها آغاز بود. در کوه‌ها و دشت‌های افغانستان او با مقاومت‌های روبرو شد که حتی ارتش عظیمش را به چالش کشید. یکی از بزرگترین چالش‌های اسکندر در این منطقه نبرد با قبایل کوهستانی و جنگجویان چابک سوار بر اسب بود. در سال 328 پیش از میلاد او با بیسوس ساتراپ شورش هخامنشی که خود را پادشاه اعلام کرده بود روبرو شد. بیسوس با استفاده از زمین‌های ناهموار تاکتیک‌های چریکی سعی کرد اسکندر را متوقف کند، اما اسکندر با شجاعت و برنامه‌ریزی او را تعقیب کرد. سرانجام بیسوس را دستگیر و به مجازات رساند. در همین زمان اسکندر شهرهای مانند آیخانوم را بنیان گذاشت تا نشانه تمدن آن در این سرزمین بر جای بگذارد. اما فتح افغانستان آسان نبود. قبایل محلی بارها بر کاروان‌ها و پادگان‌های او حمله کردند. خون ریختش تا باران‌های شدید سرمای کوهستان ارتش او را بارها به زانو درآورد. با این حال اسکندر با استقامت خود این سرزمین را آرام کرد. فتح افغانستان برای اسکندر تنها یک پیروزی نظامی نبود. او با ازدواج با رکسنا شاهزاده از باختر پیوند میان فرهنگ یونان و شرق ایجاد کرد. این ازدواج در سال 327 پیش از میلاد رخ داد. نماد از تلاش او برای یکی کردن امپراتوریش بود. شهرهای که او بنیان گذاشت مانند اسکندریه، آریانا، هرات امروزی تا قرنها پس از او شکاف آمد. تجارت و فرهنگ را در جاده ابریشم تقویت کرد. اما این فتح پایان راه اسکندر نبود. او از افغانستان به سوی هند حرکت کرد و تنها چند سال بعد در سال 323 پیش از میلاد در بابل درگذشت. با این حال ردپای او در افغانستان از ویرانه‌های آیخانوم تا داستان‌هایی که هنوز در کوههای هندوکش زمزم می‌شد باقی مانده است. اسکندر مقدونی مردی که جهان را فتح کرد در این سرزمین را هموار نه تنها قدرت بلکه میراث جاودان بر جای گذاشت.